مردم ما از زمانهای قدیم نوروز یعنی جشن سری سال را پیش از همه با دین و نیت نیک یعنی با باطن تازه سپس با ظاهر آراسته یعنی سر و لباس تازه و آزاده استقبال می‌گرفتند و همیشه امید داشتند که قدم سال نو با فیض و برکت شود. خوشبختانه این رسوم خوب نوروزی حالا در کشور بیشناسای ما رواج تازه پیدا کردند. ما باید پیوسته کوشش نماییم که خانه و کاشانه، محل زیست و جای کار خود را همیشه آراسته و زیبا نگاه داریم. زیبایی پرستی، آزادگی و تازه‌کاری و آبادانی را به عادتی دائمی خرد و بزرگ مملکت تبدیل دهیم تا اینکه تمام گوشه و کنار تاجیکستان عزیز ما در همه فصلهای سال و نوروزگاه حقیقی تبدیل یابد و هر روز تاجیکستان مثل نوروز باشد. اینجا نوروز با قدم‌های مبارک خود و تاجیکستان عزیز ما که وطن نوروز میباشد برای این سال و سالهای دیگر در سردی و خرمی، آبادی و پیشرفت، تحکیم میوه‌دهی صبح و صبح، وحدت ملی و باروری باز هم بیشتری آبروی کشور محبوبمان را در عرصه بین‌المللی و ارمغان آورد. جشن نوروز بین‌المللی مبارک هموطنان عزیز. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان پیروز. نوروزی نویم روز سیر به جهان داره ای در پشته و در وادی ای در کومکان داره ای در پشته و در وادی ای در کومکان دارده من سنگی دیار خود به گوهر ندیم جان خاکش به بهای توده زر ندیم جان در دامن سبزی او اگر سب شدم سر هم کی دهم دامن او سر ندهم سر هم کی دهم دامن او سر ندهم دل میکند صلح و صفا کشوری ما یا بر روی جهاد کشاده باشد دری ما ما در ره اصلی نفت قدم میمونیم در دیده و دل مهر وطن مادری ما دست ایدی ساده در ملک تاجیکستان دست ایدی ساده در ملک تاجیکستان بادم مبارکین عید خف چهره خندان
بادا مبارک نیده خلق چهره خندان بادا مبارک نیده خلق چهره خندان بادا مبارک نیده خلق چهره خندان نوروز بنابر خیمه بینمه گلها را بشش خطار خیمه بینم گلها را بشش خطار در فصل بهاره دلغاره به یک قرار که میبینم جان هر جا که روان یادی وطن در سری منه جان اندیشه آزادی وطن در سری منه جان خورشید همیشه روشنایی دارد جان از مهر خدا دادی وطن در سری منه از نوروزهای گذشته فرق از زمین تا آسمان. این انشاءالله ما کوشش میکنیم که نوروز آینده از این با خوبتر و بهتر باشد. ما باید همه آن انعنه‌های قدیمی نوروزی را آموزیم و احیا کنیم.
هموطنان عزیز، حاضرین محترم، در این همایش اکثریت جوانان اشتراک دارد. من به جوانان مملکت مراجعه می‌کنم. من به پدر و مادران جمهوری تاجیکستان مراجعه می‌کنم. این وطن، این سرزمین بی‌شناسا وطن مای شما است. وطن اجدادان مای شما است. ملت تاجیک تاریخ و تمدن بیش از 6000 سال دارد. تاجیکستان وطن در اصل وطن نوروز است. ما 6 سال کوشش کردیم، 6 سال کوشش کردیم در جامعه جهانی، سازمان‌های بانفوذ فرهنگی جهانی، عاقبت به سازمان ملل متحد نوروز را از سطح نوروز بین المللی رسانیدیم. اکنون این طرفش در دست شماست. جوانان امروزه، پدران محترم، مادران، شرایط مهیا کنید به نسل نو، به نورسان، به کودکان، نورسان، جوانان شرایط امکانیت دید که خوانند، علم آموزند، کسب آموزند، هنر آموزند که آینده صاحبی کرده توانند این وطنی بیشناسا. با خرافات ما یکم قدم پیش نمی رویم. خرافات به تاریکی می برد، بدبختی می برد، نه چیزی دیگر. جوانان مملکت، همه چیز در دست شماست. این وطن وطن شماست. پیش از همه نورسان و جوانان این روزه. هر کار نیکی که میکنیم ما کلانسالان برای شما نسل جوان امروزه بکنیم. این وطن را ما به شما میراث میدیم. مراجعت‌های سرکرده من از شما این است که تنها ما با احیا کردن نوروز یک خرسندی کردن نه. بینیتان نوروز چی است؟ چی است نوروز؟ تازگی، سری سال. یعنی بینیتان بزرگای گذشته مای شما در تاریخ 6000 سال پیش برای مای شما فکر کرده 4 فصل سال 4 جشن را احیا کردند. صدقاً وطنمان دوست داریم. زبان و فرهنگ خود را، عنعنه‌های ملی خود را دوست داریم. سر و لباس‌های ملی خود را دوست داریم. دوستان عزیز، مادران و خواهران عزیز نیروان، بینید چه رنگارنگ، چقدر زیبا، چقدر به این مردمی عالی‌های تبار. ما تاجیکان مردمی زیبا هستیم. خب یکی از مردم لیکن لباس‌های ملی ما باز هم زیباتر می‌کند. بس کنید دیوانه پرستی، بس کنید هم دیوانه پرستی. همه چی داره. اکنون عادت کردن ما در چارچوبه قانون کار و زندگی و فعالیت کردن. بار دیگر از صمیم قلب همه شما را من بدانم ماه شریفی رمضان است. ما هم ماه شریفی رمضان شکرانه روزه‌داری میکنیم، هم نوروز را جشن میگیریم، هم زحمت میکشیم، باز وطنمان را آباد میکنیم.
من بدانم من هیچ کار نیستم من خودم هیچگاه رو افتاده نباشیم حیات زندگی دولت داری همین بوده است فقط در هیچ حالت رو افتاده نشوید همخواه به شما و کلی مردم تاجیکستان هیچی امانی وحدت ملی شکر و ثبات کامل و بخت و سعادت میخواهم باری دیگر نوروزتان مبارک باشد هموطنان ایرانی یک جهان تشکر و همه شما برای زحمت‌های کشیدن و این تقدیر بسیار زیبا که امروز بیکنید برابریت حکومت شهر با تمام همه ساختار و مقامات هایی که در اینجا زحمت کشیدند سلامت باشید خوشبخت